سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز ایرانی که تشریف آوردن اینجا. من علی آقایی هستم، مدیر شرکت مایتی سولوشنز و خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره یه فرصت دیگه داریم یه کمکی به ایرانی‌های عزیز بکنیم. توضیح درباره این ایونت این که ما پارسال در تقریبا اوایل می بود که ایونتی برگزار کردیم توی همین ساختمان در طبقه پایین تحت عنوان کمک به دوستانی که میخوان دکترا بخونن، ایرانی‌هایی که دوستان دکترا بخونن. از اساتید معروف سوئد چند تاشون رو دعوت کردیم و لطف کردن اومدن و صحبت کردن برای دوستان و خب استقبال خیلی خوبی شد. بعد از اون یکی از کسایی که پیشنهاد داد خود آیدا بود که یه ایونتی دیگه داشته باشیم دقیقاً برعکس اون ایونت قبلی، یعنی به جای اینکه بریم به سمت تحصیلات بالاتر توی آکادمیک، بریم به سمت استفاده از تحصیلات آکادمیک تو صنعت و اینداستری. و این ایونت نتیجه همون صحبت است، یه ذره با یک سال تأخیر، حالا یه مقدار دیر شد. بابت این ایونت هیچ کسی پولی پرداخت نخواهد کرد و هیچ کدوم از سخنران‌هایی که زحمت می‌کشن امروز صحبت می‌کنن و همه دوستانی که کمک می‌کنن هیچ کس پولی دریافت نخواهد کرد. و اگه اینجا هستن صرفاً به خاطر این هستش که آدم‌های مهربونی هستند و ایرانی دوست هستند که از طرف ما خیلی قابل تقدیره. و شرکتی هم که اینجا می‌بینید شرکتی نیست که اند یوزرهاش یا کاستومرهاش افراد شخصی باشن. یه شرکتی که با شرکت‌های آیتی کار میکنه و اصلا دنبال ادورتایزمنت و چیزای شبیه این نیست، به خاطر اینکه مشتری نمیتونه از اینجوری ایونت‌ها داشته باشه و صرفا ما داریم ازش استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم یه رسمیت به ایونت بدیم، بتونیم لوکیشن بگیریم، امکانات بگیریم که بتونیم یه خدماتی رو به شما بدیم. یه نکته که من خیلی دوست دارم همه دوستان بهش فکر بکنن حالا بعد از همین ایونت اینه که خب این ایونت امروز برگزار میشه، ایونت دیگه هم پارسال برگزار شد. کسایی که میتونن یا امکانات مشابهی دارن، افرادی رو میشناسن که تجربه دارن، دانش دارن و افرادی رو میشناسن که نیاز دارن به این دانش‌ها و تجربیات، بهش فکر بکنن که شاید بتونن اونها هم یه همچین ایونتایی رو برگزار بکنن و کمک بکنن به ایرانیایی که خب طبیعتا تو برابری نیستن با افرادی که اینجا هستن و خب نیاز دارن که یه سری اطلاعاتشون رو همگی شیر بکنن برای اینکه اطلاعاتشون رو آپدیت تر بکنن که بتونن کار پیدا بکنن. یه ویژگی که بین دوستان اینجا هست اینه که یه سری افراد هستن که وارد کار شدن، یه سری افراد وارد کار شدن، خارج شدن و یه سری افراد هم دنبال این هستن که دنبال یه کاری رو پیدا بکنن و خب این ایونت ضبط میشه، یه سری افراد دیگه هم خارج از اینجا دارن استفاده میکنن از این ایونت. من خواهشم ازتون اینه که اگر اطلاعاتی دارید و فکر میکنید که به درد دوستای دیگه‌تون میخوره، تجربه‌ای دارید، سعی کنید امروز باهاشون شیر بکنید و سعی کنید مشارکت داشته باشین با این ایونت. به طور کلی امروز برنامه‌ای که ما در پیش خواهیم داشت در دو قسمت کلیه. ما تو بخش اولمون 3 نفر اسپیکر خواهیم داشت که دوستانی هستن که قبول کردن تشریف بیارن اینجا و بعد از اینکه صحبت‌های این افراد تموم میشه ما میریم سراغ دیسکاشن و تو این قسمت دوستان میتونن مشارکت داشته باشن. من خواهشم اینه که تو بخش دیسکاشن هر کس برای اولین بار صحبت می‌کنه خودش رو معرفی بکنه. تو قسمت اسپیکینگ هایی که ما داریم لطف کنید سعی کنید اسپیکرها رو بشناسید و اطلاعاتی که دارن. افرادی هستن که با تجربه هستن و سرشون خیلی شلوغ هستش و لطف کردن اومدن اینجا. برای همین ارزش داره که به حرفاشون گوش بکنید و بشناسیدشون و سوالایی بپرسید که هم به درد خودتون بخوره هم به درد دوستانی که قراره ویدیو این ایونت رو ببینن. خیلی کلی من معرفی میکنم دوستانی که قراره صحبت بکنن. آقای امیر رادمر از دوستانی که در شرکت اریکسون کار میکنن، سابقه خیلی زیادی در اریکسون دارن. چندین نفر در سابقه کارشون استخدام کردن، چندین بار تجربه داشتن که یه سری سی وی رو رد بکنن یا یه سری سی وی رو قبول بکنن. اطلاعات خیلی خوبی میتونن بهتون بدن. در حال حاضر هم که همچنان اریکسون کار میکنن و مدرکشون هم که از همین دانشگاه KTH گرفتن. بعد از ایشون شهاب دواسری صحبت خواهد کرد. ایشون هم تو شرکت هواوی کار میکنن. برای دوستانی که خب تو زمینه آیتی کار میکنن میدونن تو بخش تلکامیونیکیشن دو تا شرکت اصلی که تو سوئد و تقریبا دنیا وجود دارن شرکت اریکسون و هواوی هستن. دو تا شرکتی که از نظر کاری هم با هم خیلی متفاوتن. و شهاب هم از شرکت هواوی میاد اومده اینجا و اطلاعات خیلی خوبی داره به خاطر اینکه تجربه کار تو شرکت‌های متفاوت رو هم داره. بعد از این دو دوست گرامی که درباره این صحبت خواهند کرد که چطوری میتونید کار پیدا کنید، چطوری میتونید سی ویتون رو ایمپروو بکنین، آیدا درباره ثبت شرکت و انواع اقسام شرکت‌ها، یه مسائلی که مربوط به ثبت شرکت و شروع یک بیزینس هست صحبت خواهد کرد. البته آیدا خودش تجربیات در زمینه یه سری اطلاعات در زمینه سی وی و غیره هم داره که مطمئنا مشارکت خواهد کرد. بحث اصلی که وجود داره اینه که ما در دو جا شما میتونید از اسپیکرها سوال بپرسید.
یکی بعد از هر تاکه که در حدود 5 تا 10 دقیقه ما زمان میدیم به شما هر کسی سوالی داره بپرسه. و یکی دیگه هم تو دیسکاشن هست. خواهشم ازتون اینه که تو بخش اول سوالات کلی رو بپرسید. سوالاتی که با دیسکاشن بهتر نمیشه جواب داد. سوالاتی که جوابش خیلی کوتاه هستش. و سوالات جزئی‌ترتون رو نگه دارید برای دیسکاشن ها. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دعوت میکنم از آقای امیر رادنه که لطفاً. خیلی ممنون. واقعا الان مشکل من با هم صحبت کنم، بخاطر اینکه ماشاءالله ایشون انقدر سلیس فارسی صحبت میکنه. من اینو الان من که صحبت میکنم شاید یه مقدار براتون سخت باشه، ولی واقعا خوشحالم. از شاید که من فکر کردم که یه مقدار در مورد چطوری میتونیم مثلا شما کانستل یا خود معروف شروع به کار کنید توی شرکتایی که بزرگ هستن مثل شرکت اریکسون. من خودم تجربه کاری توی شرکت اریکسون الان بودم چند سالی که اونجا کار میکنم و میتونم یه مقدار از تجربیات خودم به عنوان کسی که یه پوزیشن متفاوت داشتم استخدام کردم در سطوح متفاوت براتون بگم. البته من این پرزنتیشنی که برای شما گذاشتم خیلی در سطح کلیه، ولی خب سوالای جزئی توش مسلما هست که شما میتونید بگین و من جواب بدم اگه بتونم. چیزی که من فکر کردم موقعی که شما مثلا دارین دنبال یه کاری میگردین، یه سری یه قدم‌هایی رو باید طی بکنید. قدم اولش اینه که شما یه مثلا یه اطلاعیه رو می‌بینید، یه کاری که هست که می‌تونیدش می‌گردین یا از طریق شرکتایی که استخدام می‌کنن. که بقیه من الان این چیز اولیه، یعنی از طریق مثلا شما یه دونه آنونس رو توی روزنامه یا توی اینترنت جای ببینید دنبالش برید خیلی کمتر شده. تا اونجایی که من می‌دونم بیشتر کسایی که الان استخدام میشن حداقل در شرکتی مثل اریکسون دیگه خودش نمیاد یه آنونس بده بزرگ تو 2 صفحه توی مثلا روزنامه صبح یا بعد از ظهر که مثلا ما احتیاج به انجینیر یا مهندس داریم. میاد چیکار میکنه؟ میاد با شرکت‌های کوچیک‌تر که ریکروتمنت کمپانی موقعشون میگین با این شرکت‌های به معنی فولتار در حقیقت تماس میگیره، کار میزه گردن اونا. یعنی در حقیقت یه فیلترینگ اولیه رو از طریق اون شرکت انجام میده. در نتیجه سروایی که میاد برای کسایی که میخوان استخدام کنن توی شرکت یه چیز اولیه‌اش رو رد کرده تا اونجایی که ممکنه. بعد یه مقدار در مورد رزومه یا سیوی من صحبت میکنم، یه مقدار در مورد سلکشن چجوری انتخاب انجام میشه در سطح خیلی بالا، کوالیفیکیشن، اینترویو و امپلویمنت. فوکوسی که من برای شما میذارم چون وقت خیلی کوچیکه، خیلی کمه، فکر کنم حدودا مثلا 10 دقیقه من در مورد یکی سیوی یعنی رزومه شما چه چیزی خیلی مهمه، خیلی به قول معروف در سطح کلی شهاب جان میاد بعدش بیشتر در مورد دیتیل صحبت میکنه. یه مقدار در مورد اینترویو از نظر من، یعنی کسی که مثلا از نظر شرکتی که یه مقدار شرکت بزرگی اینترنشنال به چه صورته. بعد تو قسمت اونم من سعی میکنم که 2 تا فاکتور در نظر بگیرم. یکی برای استخدام مهندس مثلا یه مقدار در مورد اون میتونم صحبت کنم. یه مقدار هم در مورد استخدام لول بالاتر مثلا به عنوان پروژکت منیجر یا به عنوان مثلا حتی لاین منیجمنت میتونم به طور در مورد اونها صحبت کنم که پروسسش به چه صورته. من پروسسش رو برای شما میگم. چیز اصلیش خود شما هستین که بعداً این پروسه رو رد میکنید. موقعی که شما سیویتون رو تنظیم میکنید چیزی که خیلی مهمه شما باید چیزی درست کنید که در درجه اول این کسی که این سیوی میبینه شما رو بخره. خیلی راحت. یعنی بعد خودتون به این بفروشید با یه سیوی خیلی کوچیک. خیلی فاکتورها هست که حالا شما بیشتر بهش اشاره میکنید. چیزی هست که باید در نظر بگیرید، چیزی هست که باید حتما توش باشه، چیزی هست که حتما نباید توش باشه، یعنی سعی کنید که نباشه توش. ولی چیزی که فوق العاده مهمه اینه که شما باید با یک صفحه A4 یا 2 تا صفحه A4 خودتون به طرف بفروشید، طرف اینترست پیدا کنه برای شما، علاقه‌مند بشه به شما. این خیلی مهمه و این در شرایطی که شما حسابش کنید که شما تنها کسی نیستین که برای اون کاری که هست درخواست کار بدید. مطمئن باشید که حداقل 10 تا 20 نفر دیگه هم همون کار درخواست داره. حداقل یه مثلا براتون میگم تقریبا حدود 3 سال پیش 4 سال پیش اریکسون می‌خواست این مقدار مهندس از مهندسی که تازه فارغ التحصیل شده بگیره. شما همونطور که می‌دونید اریکسون تازه اصلا استخدام نمی‌کنه. خیلی به ندرت. یه پروسه‌ای شد که می‌خواستن یه خونه جدیدی بیارن تو شرکت، به خاطر این گفتن که ما یه ایونتی می‌ذاریم و سعی می‌کنیم که مثلا چند تا دانشجوی تازه فارغ التحصیل شدن بگیریم که خونه جدیدی تو شرکت.
ما حدوداً 20 تا پوزیشن داشتیم. شما حدس بزنید چند تا سیوی برای ما اومد. از فیلترینگ اولا رد شده بود. بالای 1000 تا. حدود 1000 تا. 880 تا سیوی، 880 خورده سیوی اومده برای ما. شما حساب کنید چقدر زیاد برای 20 تا پوزیشن. تازه پوزیشنش هم در سطح انجینیر، یعنی لول اولی که شما وارد شرکت اریکسون میشید. خیلی مهمه. سیوی خیلی مهمه که بتونید خودتون بفروشید. این در نظر بگیرید. خیلی جا هستن که شما ایرانی‌ها ما کلا دوست داریم خودمون رو یه خورده معرفی کنیم اینا. 1000 تا برای خودمون میگید که من این کار کردم، من این کار کردم، من این کار کردم، من ایران اینجا کار کردم، فلان کردم اینا. شما احساس بکنید که اوور کوالیفاید نباشین. طرف وقتی یاد بخونه که مثلا شما سی وی نوشتین 4 صفحه من این کار کردم، این کار کردم، این اصلا براش مهم نیست. چیزی که براش مهمه در درجه اول آخرین مدرک تحصیلی شماست. این خیلی مهمه. در درجه دوم تجربه کاری که شما تو رشته که اون داره دنبالش میگرده داشته باشید. این هم خیلی مهمه. و احتیاج نداره که چیزایی که مثلا اول کار از میشه که مثلا من 2 سال توی بوتیک کار کردم، 3 سال رفتم راننده اتوبوس بودم، بعد راننده تاکسی شدم، بعد اومدم درس خوندم، حالا وارد شدم. اونا رو اصلا ننویسید. احتیاج نداره. طرف احتیاج نمیاد بدونه. بهترین چیزا، آخرین چیزا، چیزایی که در رابطه با اون کارتون بنویسید خیلی مفیده، خیلی مهمه. خیلی جا میگن که عکس بذارید، خیلی جا میگن عکس نذارید. بقیه من عکس بذارید خیلی خوبه. نظر شخصی میگم. این دیگه چیزی هم نیست. اصلا چیزی خاصی نیست. چیزی هم که مهمه سی وی خیلی بزرگ نباشه. ماکس 2 صفحه. طرف بعد حسابش بکنید. من نظر شخصی میگم. اون موقعی که مثلا ما واسه این 20 نفر پوزیشنش به قول معروف 20 نفر مناسب استخدام کنیم، ما این 800 نفر رو توی یه نصف روز فیلتر کردیم. یعنی تقریبا برای هر سی وی من شاید 3 دقیقه یا 4 دقیقه بیشتر وقت نداشتم. چطور میتونید تو شما تو 3-4 دقیقه سی وی 5 صفحه 6 صفحه بخونید و هضم بکنید که این کوالیفاید هست یا نیست. این که خیلی مهمه. سلینگ یعنی باید بتونید که خودتون رو اینترست طرف رو توی خیلی کوچیک، خیلی مختصر ولی خیلی مفید این کار بکنید. یه چیزی که خیلی مهمه که شما یه سوی استاتیک نداشته باشین که یه سوی دارین برای همه کاری نمی‌فرستید. این به درد نمیخوره. خیلی راحت بگم. شما کاری که می‌کنید اون کاری که هست رو بخونید، سی ویتون رو با این ادپت بکنید. یعنی یه کاری بکنید که این به اون بخونه. چون برای طرف خیلی مهمه که وقتی می‌بینی که من این سی وی دارم، این چیزی که من می‌خوام، این کوالیفیکیشنی که من می‌خوام همش توش باشه. اگه نباشه خب به درد نمیخوره. آه ناخواه شما باید یه جوری علاقه طرف که جذب کنید، باید اینو سی ویتون ادپت یعنی استاتیک نباشه. خیلی مهمه. معمولا تو سایت اینا خیلی خوبه که شما یه دونه پرسونال لتر هم یا یک نشون لیدر به قول استودیا زمینش بکنید. توی اون در مورد اینترس‌های خودتون، اینترس‌هاتون در مورد این کار و کوالیفیکیشن‌هایی که دارید توضیح بدین خیلی خوبه. ولی اینم باید خیلی کوتاه بشه. یه نیم صفحه شاید بیشتر نباشه. نیم صفحه ماکس 1 صفحه. 2 صفحه نباشه. 2 صفحه اصلا نمی‌خونم. نیم صفحه یا 2 صفحه یا 1 صفحه. خیلی کوتاه و خیلی موثر، خیلی مفید. توی همون نامه‌تون هم همین ادپت بکنین نسبت به اون کاری که هست. در موردش بنویسید مثلا اگر یه کاری هم که مثلا شما کردین یه مقدار در این رابطه است، اون بزرگش بنویسید که مثلا من توی این چیزی که اینجا نوشتین شما مثلا اینجا کار کردم، اونجا اینو بردم، این تجربه دارم فیس. در مورد خودتون بنویسین. چیزی که تو سر مهمه دو تا فاکتور، یعنی هم تیم پلیر باشین، میتونید توی تیم کار کنین، همین که بتونین سلف به قول معروف ایندیپندنت باشین. الان خیلی تو سوئد مود شده یه چیزی بهش میگن اجایل و لین. نمیدونم شما میدونید در موردش یا نه. این لازمش تیم توی تیم بازی کردن، یعنی در حقیقت کاری که اکثر چیزا باید توی تیم انجام بشه. برای همین تیم پلی خیلی مهمه. یه مقدار در مورد اجایل لین هم اگه بخونید دو تا فاکتور در موردش بذارید که من میدونم در مورد اجایل و لین این فاکتور خیلی مثبت و خیلی خوبه در نظر داشته باشید. رفرنس هم خیلی مهمه. توی خود سی وی شما احتیاج نداره اسم رفرنس رو بنویسید. معمولا این کارو نمی‌کنه. ولی توش بنویسید که در صورت احتیاج میتونید اینو بدید. اما چیزی که از اون مهم‌تره این که با اون رفرنستون قبلا صحبت کرده باشید. رفرنس باید بدونه که اگه کسی بهش زنگ زد میگه کی فلان این خیلی تاثیر بدی داره. خیلی تاثیر بدی داره. حتما با رفرنستون قبلش صحبت کرده باشید که مثلا فلانی زنگ می‌زنه در مورد من گفته که اون بگیره. رفرنستون اگه سوئدی باشه خیلی بهتره. رفرنس که تو ایران اینا هست زیاد همچین جالب است. ولی اینجا کار کردین قبلا یا استادای دانشگاه تو که اینجا باشه اونا رفرنس خوبه. یه نظر بگیر. اگه خود سرما خوردم آلرژی هم دارم. خب تا اینجا سوالی دارین در مورد سی وی؟ شهاب بیشتر صحبت می‌کنه. خیلی چیزای من پرزنتیشنش که دیدم خیلی بیشتر من خیلی کلی صحبت کردم ولی
این سوال دارید بفهمید. من عماد هستم. گفتین که اجایل چی؟ اجایل و لین، این دو تا کانسپتی که تازه خیلی مد شده، الان تقریبا 2 سالی که مد شده. لین یه پروسه‌ایه که توی ژاپن در حقیقت تویوتا توی ژاپن استفاده کرد. چیز اصلیش اینه که ویست رو از بین ببرن. یعنی شما بیاین توی توی پروسس نگاه می‌کنید، مثلا دارن چیزی تولید می‌کنن، حالا ممکنه توی ماشین سازی باشه، ممکنه توی پروسه‌های دیگه باشه. نگاه می‌کنن اینو به قول معروف دیگه می‌فهمن کجاش می‌تونن این ویستش رو از بین ببرن. چیزی که به درد نخوره از بین ببرن که اینو تا اونجایی که می‌تونن افیشنت بکنن به قول معروف. این دقیقاً لینه. اجایل یه چیزی که میگن که خیلی کارا رو توی یک گروه تیم، یک کراس فانکشنال تیم تشکیل میدی و همه کارا تو اون می‌کنی. از مثلا خود به قول معروف دیولپمنت تا تستینگ تا کدینگ، همه اینا. اجایل بیشتر برای سافت‌ور استفاده میشه، لین بیشتر برای هاردور، ولی الان خیلی مد شده تو سوئد. ما چجوری میتونیم اینو بگنجونیم توی کاون لتر یا تو شما مثلا یه موقع برین اطلاعات پیدا کنید، کتاب خیلی در موردش هست توی سایت رو، یعنی فوق زیاد است در مورد لین و اجایل. یه موقع در مورد اونا بخونین و یه فاکتوری که توی مهمه، حالا من اگه بخوام بگم 2 ساعت طول میشه، ولی کلا شما پروسه خود مفهوم کنسپت رو یاد بگیرید خیلی موثره. که طرف وقتی میره اونجا میگه مثلا ما داریم اجایل کار میکنیم، این مثلا پروسه کاری ماست، معمولا تو مشاورتی اول در مورد کار توضیح میده. تو اریکسون الان خیلی حداقل من میتونم بگم فکر کنم شرکت‌ها دیگه همینطور بشه، خیلی مد شده که در مورد اینا چیز می‌کنن. طرف بعد بگه که شما تو باغش بعد بگه که شما میتونید توی این اجایل ویز اف ورکینگ شما اینجا جا داشته باشید. خیلی خیلی مهمه. یه موقع در موردش بخونید، یه موقع اطلاع داشتید، دلیل نداره که شما خودای اجایل لین باشید، ولی همینقدر که بدونید که کارش چجوریه، به چه صورت انجام میشه، اسکرام مستر و اینا جزش هست، اینا چجوری، اینا رو بدونید خیلی خوبه. خیلی مهمه. در مورد اینترویو حتی اگه شما انگلیسیتون خیلی یعنی سوئدیتون خیلی خوب باشه، انگلیسی هم بلد باشین، سعی کنین اینترویوتون رو به زبان انگلیسی انجام بدید. نظر من به خاطر اینکه به هر حال ما خارجی هستیم، هر چقدر سوئدیمون خوب باشه مثل خود سوئدی‌ها نیستیم. ما اگه انگلیسی صحبت کنیم، خوب صحبت کنیم، خود سوئدی هم موقعی انگلیسی صحبت می‌کنه زبان دومش رو داره صحبت می‌کنه. یعنی شما توی سطح میشین. سوئدی باشه اون سطحش بالاتر، آدم یه مقدار احساس مثلا کمبود ممکنه بکنه. ممکنه، من نظرم میگم اگر که سوئدیتون خیلی خوب نیست به انگلیسی مصاحبه کنید، هیچ مشکلی نداره. تو اریکسون حتی طرف ممکنه خوشحال میشه، بخواد مثلا بگه من انگلیسی بلدم. اینی که این برای من یه فاکتور مهمیه. اگر سوئدیتون زیاد خوب نیست، انگلیسی حتما باش مصاحبه به زبان انگلیسی انجام بدید. میتونید بهش بگید که من سوئدی بلدم ولی ترجیح میدم مصاحبه به زبان انگلیسی بکنم. هیچ مسئله نیست، خیلی فاکتور خوبه. بعد سعی کنید خیلی ریلکس باشین. استرس بدترین چیزی که توی مصاحبه می‌کنن برای شما باشه. ریلکس باشین. همیشه این فکر بکنید که آقا جان این آخرین قطاری نیست که داریم میریم. من اگه اینجا مصاحبه قبول نشدم 10 تا جور کار دیگه برام هست. اصلا استرس نداشته باشید. استرس هم متاسفانه تا تکون بخورید طرف خودش میفهمه. خیلی راحت میفهمه که شما استرس هستید. سعی کنید استرس نباشید. خیلی به قول معروف هپی باشین. خیلی به قول چی میگن سعی کنید که سر صحبت رو باز کنید، دو تا شوخی بکنید، در موردش متوسط صحبت کنید، یخو بشکنید. یخو همون قدم اول بشکنید. این خیلی مهمه. که یه حالت نباشه که من این برای دیوارم این کسی رو مصاحبه کنم. کلا تو سوئد توی اریکسون حداقل اینجوری که مصاحبه به چیزای متفاوته. حالا من میرسم بهش نمی‌رسم صحبت کنم. بستگی به پوزیشنی که داره تیپ مصاحبه هم فرق می‌کنه. ولی معمولش اینه که حالا ما میگیم مثلا می‌خوام من می‌خوام یه دونه مهندس استخدام کنیم. میام چیکار می‌کنیم؟ فیلترینگ اولش که رد شد از طریق به معنی تورتاک، دومش که وارد سیور رو ما چک کردیم، سلکت کردیم. ما می‌خوایم مثلا معمولا اینجوری که شما از سیوایی که میاد بین 5 معمولا 5 نفر انتخاب می‌کنن باهاش مصاحبه می‌کنن. چیز اولیه‌اش. از اون 5 نفر وقتی شروع می‌کنن باهاشون مصاحبه کردن، مصاحبه اول معمولا خود رئیسه، فقط خود رئیسه. بعضی وقتا یه دونه تکنیکر هم بستگی به این چیزش داره که داره مثلا رشتهش چقدر تکنیکی باشه، یه تکنیشن هم همیشه باهاش هستش که اینا سوالای تکنیکی می‌کنه. این خیلی مهمه. بعد مرحله دومش خب هیومن ریسورسز میاد. اینا حالا من بعداً در مورد بیشتر صحبت می‌کنم. این برای استخدام مهندس. برای استخدام پروژکت منیجر یا لاین منیجر همیشه اولش اریکسون اینجوریه که میاد اونایی که استخدام میکنه یه دونه اسسمنت انجام میده براشون. اینا میشه یک روز کامل ازشون تست میده. تستش هم خیلی سخته.
و این خیلی اساسا اینا که میخونه واقعا خسته، چون واقعا تستش خیلی سخته. سوال متفاوت میکنه، از نظر چیزای روانشناسی هست، تست هست، تستای زبان هست، انگلیسی، سوئدی و اینا. اینو بعد حتما قبول شده باشید. بعد موقعی که این اسسمنت انجام میشه، نتیجه این اسسمنت رو با رئیس میان، با اون کسی که میخواد استخدام کنه، هیومن ریسورسز میاد مطرح میکنه و از نظر روانشناسی میگه که مثلا این چجوریه، چه نکات مثبتی داره، چه نکات منفی داره، چه چیزای خوبه، چه چیزایش بده، چه چیزای جای پتانسیال داره برای ایمپروومنت. اینم خیلی مهمه. خب پروسش خود فرق میکنه. بعد حالت سومش که بعد هیومن ریسورسز بیاد و مصاحبه بعدی رو انجام میده و تا همین میره بالا. این به طور کلی میگم، یعنی یه مقدار با هم دیگه فرق میکنه. ولی توی مصاحبه هم که گفتم استرس نداشته باشین، ریلکس بشین، هپی باشین، یخو بشکنین، شروع صحبت کردن خیلی مهمه. همیشه قبل از مصاحبه سعی کنید خودتون رو آماده کنید. خیلی راحت الان همه چی توی اینترنت هست. شما اگه میخواین شرکت مثلا ایکس برید مصاحبه، قبلش برید بگردید ببینید در مورد این شرکت چی نوشتن، چه چیزی هست. خود اون کاری هم که براش نوشتن ببینید که کارش در مورد چیه، چه فاکتوری توش هست. برای خودتون یه مقدار سوال بنویسید. یه مقدار بیاید ببینید که مثلا چجوری اینا، این خیلی فاکتور مثبتی که موقع شما دارید با طرف مصاحبه می‌کنید، به طرف نشون میده که شما در مورد این شرکت، در مورد این کار، در مورد پوزیشن می‌دونید چیه. این خیلی مهمه. این نظرشه. پریپریشن خیلی مهمه که قبل از چیز داشته باشید. توی مصاحبه فقط نشینید که طرف صحبت کنه. کلا تو سوال اینجوریه که مصاحبه وقتی شما می‌بینید اول طرف میاد در مورد خود کار صحبت می‌کنه. یعنی که ما کارمون اینه، ما این چیزا می‌کنیم، این کارو می‌کنیم، پروسه ما اینه، ما از اینجا می‌گیریم، اونجا می‌ریم، فلان اینا، این لابراتوری ماست، فلان اینا. شما سعی نکنید که فقط نشسته باشین ساکت فقط گوش بکنید. اصلا جالب نیست. سوال بکنید. ولی سوال الکی هم نکنید. ولی جدی یه سوال نکنید که بابا این که هیچ بارش نیست، چون طرف میره ولی به رو خودش نمیاره ها. یعنی شما هر سوالی هم بکنید بگی شب مثلا روزه یا فلان اینا، به رو خوشه، ولی میفهمه که مثلا طرف چیزی بارش نیست. سوالی بکنید که رلوانت باشه به قول معروف. طرف بده که شما تو واقع به خصوص اگه چیز تکنیکی باشه، یه دو سوال تکنیکی بکنید که ببینید آقا نمیدونم چیه فلان اینا، خیلی جالبه در رابطه با اون کار باشه. بعد ما ایرانی‌ها کلا از تکنیک خیلی قوی هستیم، به خصوص از تئوری. حالا ممکنه مثلا خیلی چیزای پرکتیکالمون زیاد جالب نباشه، وقتی تو ایران باش کار نکردیم اینا. کسی که اینجا درس خونه خب مثلا می‌دونه، ولی کسی که تو ایران خونده اومده اینجا، نظر شخصی برای که از نظر تئوری خیلی قوی هستن، از نظر پرکتیک یعنی با اینسترومنت‌های متفاوت کار کردن یه مقدار ضعیف هستیم، بخاطر اینکه با هم باش کار نکردیم. ولی بعد شما به طرف نشون میده که شما واقعا آدم تکنیکی هستید. خیلی مهمه. بخصوص برای کسی که بغل نشسته تو سوال می‌کنه، تو سوال جوابش بدی یا تو سوال ازش بکنی که طرف بخصوص نتون جوابش بده. ولی میگم این چیزای اولیه که خودتون رو آماده بکنید خیلی مهمه که سوال داشته که طرف بخونید یا خیر. از رفیقاتون بپرسید. اگه کسی هست مثلا اونجا چیز می‌کنه بگید ببینید تو منطقه یا تو مثلا آفدلی یا تو اون یونیت کیا کار می‌کنن، شاید ایرانی باشه زمین داشته تو مسئله نیست. ازش تیپس بگیریم، از کسایی دیگه تیپس بگیریم، از کاری که مثلا تقریبا مثلا مونه تیپس بگیریم و اونجا انجام بدیم، خیلی خوبه، خیلی موثره برای در مورد خودتون صحبت کنید. همیشه سوالی که در مورد خودتون صحبت کنید بهترین چیزا خودتون بگید. همیشه چیزای مثبت، خیلی بزرگش بکنید مسئله نیست، ولی زیاد هم نه، ولی چیزای مثبت بگید، چیزای منفی رو زیاد در نظر بگیرید. ممکن است از سوال بکنه که مثلا معمولا سه تا چیز مثبت رو بگید، سه تا چیز منفی رو بگید در مورد خودتون. فکرتون رو بکنید چیزای مثبتی هست که خوبه، به قول معروف میتونیم بفروشیم. چیزایی هست منفی، مثلا چیز منفی چه مثلا بدن داره، دابل مورال مثلا بدن میاره، کسی پشت سر من حرف بزنه بدن میاره. اینا با اینکه منفیه ولی از یه طرف مثبته. اینجوری به قول معروف ورقو برگردید. پروفایل خودتون که گفتم قبلا در مورد تیم پلی خیلی مهمه. الان با خصوص تیم اجایل و لین ویز اف ورکینگ، مستقل بودن، چیزای خوب، چیزای بد. یه سوالی که خیلی من خودم به شخصا همیشه می‌کنم اینه که طرف موقعی با شما صحبت میکنه همیشه ازش شما ممکنه که معمولا این کار رو کنه. یکی شما برنامه آینده چیه؟ یعنی چه ویژنی داری برای آینده؟ طرف نمیخواد بدونه که الان شما اینجا کار بکنید، مثلا طرف من اومدم اینجا کار بکنم، نمیدونم فلان. نه خب برو خودت شما دو تا بفهمید. شما بعد مطمئن باشین که دنبال چی هستید. اینترستتون چیه؟ همینجوری
اینترستتون چیه؟ شما چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟ من الان اومدم اینجا استخدام بشم به عنوان مهندس. ویژن آینده‌ام چیه؟ من ظرف 2 سال آینده میخوام بشم مثلا تکنیکال پروژکت منیجر. خب چه عالی. ظرف 4 سال آینده میخوام بشم پروژکت منیجر مثلا برای چی؟ ظرف مثلا 6 سال آینده میخوام بشم لاین منیجر رو مثلا همینطور. این خیلی خوبه. این نشون میده که شما نه تنها اینترست دارین، شما برای خودتون برنامه آینده ردیف کردید. شما میدونید دنبال چی هستید. این خیلی مهمه. بعد بدونید که دنبال چی هستید. این سوال حتما هم در مورد کوتاه مدت هم در مورد بلند مدت. شاید اوکی. بعد نشون میده که شما واقعا آدم فعالی هستید. یک جوری مثلا خودتون رو به قول معروف نه اینکه مثلا خیلی ریلکس نشستید مثلا هر چی بشه فلان چه اتفاقی میفته. نشون بده که واقعا دنبال کار میرین، اکتیو هستید. اینو وقتی میتونه نشون بده که واقعا در مورد خودتون که صحبت میکنین ببین چه فعالیت‌های غیر از فعالیت‌های کاری. مثلا من والبال بازی میکنیم، مثلا چیزی دارم اینا، من مثل علی من ایونت میذارم فلان اینا، شرکت برای خودم زدم فلان جا کار کردم اینا خیلی مهمه. نشون میده که شما واقعا درایو دارید، در آنوایی میتونید خیلی کارا کنید. حتی اگه پسش برنیام. به عنوان مثال من خودم موقعی که تو اکسپو شروع کردم خیلی امبیشوس بودم. اکسپو که شروع کردم به عنوان مهندس رفتم توی همین که پروگرام تکنولوژی شروع کردم دکترا خوندم. 6 ماه خوندم دیدم که اصلا صحبتش نکنم، واقعا نمی‌کشیدم. خیلی مشکل بود برام. بعد ول کردم. بعد رئیس اتفاق خوش گفت خب تو رفتی مثلا امتحان کردی دیدی که خیلی چیز فلان. حتی توی موقعی استخدام شدم توی چیزام نوشته که این مثلا 75% کار میکنه تا این دکتراش هم بگیره. اون برای آینده من حساب کرد ولی من دیدم که مثلا فایده نمی‌کشم. زمین که کارام خیلی دوست داشتم ولش کردم. ناراحتم نیستم. اصلا برای رئیس هم خیلی خوب بود. فعاله بر خودتون فعال نشون بدید. این خیلی مهمه. رفرنس هم که گفتم قبلش با طرف صحبت کنید اینا چیزی که مهمه موقعی که شما میرید مصاحبه اگر که طرف زنگ بزنه شما زنگ بزنید. درایو داشته باشید. دنبال کار رو بگیرید. نه اینجوری باشه که حالا من شاید دارم زنگ بزنم. طرف زنگ میزنه بعد چی به شما زنگ میزنه؟ شما مشتری اون هستید. اون که مشتری شما نیست که. این خیلی مهمه. 1 2 خیلی کارا که مثلا ادورتایز میکنن که این کار هست شما خودتون زنگ میزنید در مورد کار ازش بپرسید. اگر طریقی به من نیست فور یا رو شرکت ریکروتمنت که نمیدین زنگ میزنید در مورد کار بپرسید طرف مجبوری که به شما جواب بده. این چیه 4 سوال ازش بکنید تو بفهمید که بعد خودتون یه فاکتور دیگه هم هست که من نمیرسم حالا احتمالاً شهاب میگه مثلا اس چیز ظاهری موضوع مصاحبه میرین آرایش خانوما یه فاکتور خیلی کوچیکه ولی فوق العاده مهمه. فوق العاده مهمه. سعی کنید که مثلا زیاد آرایش نکنید. خیلی همچین اینجوری که تو چشم بزنه. عطر مثلا خیلی سویده حساسیت دارن به عطر شاید مثلا خیلی رایه نمیدونن عطر میزنن هم مصاحبه ولی خیلی سویده واقعا حساسیت دارن نمیتونن چیز کنن. ملایمش شاید اوکی باشه ولی اونجوری که از 6 متری مثلا زیاد جالب نیست. یه سیر مثلا خیلی مهمه موقعی به اونجا لباس احتیاج نداره کراوات بذاریم بریم اونجا مثلا خانم مثلا لباس فلان باشه اینا ولی خیلی سنگین خیلی با شخصیت نسبت به کاری که می‌کنیم. خب مشخصا خیلی رشته هست مثلا رشته مهندسی اینا شاید مثلا شما پیرن و تیشرت هم بریش مثلا نباشه ولی خیلی رشته مثل منیجمنت مدیریت اینا مسلما این از شما میخواد که لباستون شیک باشه. لباستون باید بنا به که شما شخصیتتون چجوری تا حدی ولی خیلی هم قلوب نکنید. قلوب دنبالش میگشتن راحت بشه. این خیلی مهمه. فالوآپ خیلی مهمه. گفتم زنگ بزنی اگه طرف چیز نکرد بپرسید ازش چون طرف وقت نداره. چیز دیگه هم از فکر نمی‌کنم وقت من به حسابی دیگه ببخشید من خود زیر سوال کردم. حالا توی فرصتی اگه شد من بیشتر سوال می‌کنم. اگر که سوالی چیزی دارین با کمال میل. باید کاور لتر رو سیوی به چه زبانی باشه؟ انگلیسی. انگلیسی الان برای شرکت بزرگی؟ لباد من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. این موقعیت پیش اومد دعوتم کردین که بتونم با شما دوستان یه گفتگوی داشته باشم. راجع به زبان فارسی اول بگم علیرضا که خب ماشاءالله هیچ مشکلی نداشت امیدوارم خودش خیلی خوب کلارا کرد ولی خب من زبان فارسی خیلی بدتره. من یه میکسی فارسی انگلیسی میشه و این نیست که خودم اینو باشم که خودم گم کردم میخوام انگلیسی حرف بزنم فقط فارسیم خرابه. ببخشید. به حال اگه چیزی باشه میتونم براتون دوباره تکرار کنم که به قولی پیغام برسه به همتون. شروع کنم با
متریالی که من آماده کردم اسمشو گذاشتم Way to a Successful Career. هدف من از این گفتگو امروز اینه که امیرجان شروع کردن و منم همون به قولی ترک رو ادامه خواهم داد. شاید یه ذره برم توی جزئیات بیشتر. هدف من اینه که اولا اینکه قاعده اطلاعات شخصی خودم با شما شیر بکنم و یه تول باکسی باشه بذارم اینجا رو میز براتون. احتمالاً شما این مسائل خودتون عقب 100% میدونین، تجربه دارین. شاید چیزی براتون جدید باشه که خب خیلی خوب، اگرم نباشه خب یه رپتیشن براتون میشه. رپتیشن همیشه always good. هر وقت سوالی داشتین چیزی مشخص نبود خواهش میکنم منو به قولی پینچاپ کنید و سعی میکنم که بهتون جواب بدم. خب این یه اجنده‌ای هستش که اول فکر کردم که یه ذره راجع به بک‌گراند خودم بگم، ولی خب من قبلا اینترودوس شدم که احتمالاً اسکیپش خواهم کرد. Actions to create career success. اینجا من یه سری مسائل کلی رو میخوام باهاتون صحبت بکنم. مثلا قبل از اینکه آدم بیاد توی بحث سی وی نوشتن، اینترویو رفتن، بحث خیلی کلیه. دوباره میگم شاید باهاش آشنایی داشته باشین، شاید نداشته باشین، ولی فقط خوبه که تو افکارتون باشه که آدم چیکار میخواد بکنه. اصلا شما الان همه مشاهده جوان هستین، تازه میخواین بیاین تو بازار کار، یه عالمه انرژی، یه عالمه هدف، یه عالمه برنامه، آدم چیکار میخواد بکنه، کجا شروع بکنه. بعد سه تا قدم. خب اوکی، حالا که آدم مثلا تصمیم گرفته چیکار میخوام بکنم، بعد بیام خب یه سی وی بنویسم که خب جالب باشه. امیرجان قرارم گفتن که خب سی وی نوشتن خودش واقعا هنره و منم چند تا ریکامندیشن تیپس بهتون میدم که راجع به نوشتن سی وی چجوریه، به چه کیار چجوری مثلا چیز میاد، کاری که آدم نباید انجام بده سی وی نوشتن. بعد اگه خب امید خدا به قولی آدم رفت اینترویو چیکارا نکنه، آدم میگن چیکار بکنه، میگم چیکار شما تو اینترویو نکنی. و بعدش هم other things چند تا چیز به نظر خود من خیلی جالبه، حالا میخوام با شما شیر بکنم که اگه شما دوست داشتید میتونین روش بیشتر اینوست کنین و فالو آپ کنین. بعدشم سامری. خب من خودم کی هستم؟ من 15 ساله توی این تلکم اینداستری دارم کار میکنم. من کلا یه آدم آرندی هستم. آرندی شروع کردم. مثل خیلی‌ها وقتی که دانشگاهم تموم شد هنوز تز ننوشته بودم، نمی‌دونستم چیکار می‌خوام بکنم، کار می‌خواستم. دوره که ما تقاضا کار دادیم خداییش خب خیلی راحت‌تر بود. یعنی من تزم ننوشته بودم، یه عالمه جا چیز داشتم که بخوام برم. شروع کردم تقاضای کار دادن، بعد خیلی اینترویو رفتم. اصلا اونقدر فکر نمی‌کردم که باید به چی فکر کنم چی نکنم. اون موقع رومون خیلی زیادتر بود ما، چون میگم بازار کار خیلی فرق داشتش. بعد اولین کارم تو اریکسون گرفتم. اصلا نمی‌دونستم چیکار می‌خوام بکنم. میگم فقط برای من کار مهم بودش. من اینترویو مختلف رفتم، فیلد مختلف رفتم. یه کاری گرفتم، خیلی هم راضی بودم، خیلی هم خوشم میومد، ولی بعد حس کردم که نه این واقعا چیزی میخوام بکنم نیست. مثلا بهش میگن فیوچر جاب و این چیزا. دنبال کار آینده بودم، مثلا برم توی مثلا موبایل سیستم کار کنم فلان. کارم از کردم، رفتم توی تلسونرا شرکت اپراتور از وندور رفتم اپراتور، اونجا کار کردم. چند سال اونجا بودم، خیلی راضی بودم، خیلی رشد کردم، خیلی یاد گرفتم. بعدش هم بنگول همیشه عوض کردم، شرکت چینی کار کردم با یه فرهنگ متفاوت، با یه ورکینگ کالچر خیلی متفاوت. برام خیلی چالنجینگ بود، چون واقعا میگم بعد اینکه چندین سال توی ارکستر کار کردم خب خیلی همه چیز چی میگن به قول شده اوردینگ و ردا، همه چی خیلی مشخصه، تنظیم شده است. می توی محیط آسیایی کار میکنی، اصلا نه برنامه‌ریزی سرشون میشه نه پلنینگ. برام این خیلی جالبه، خیلی چالش بزرگی برام بودش. الانم 6 ساله اونجا تونستم منیج کنم، کار کنم، پنداری کاری که براشون میکنم راضی هستن، فعلا میخوام باشون بازم کار کنم، منم راضی هستم. ببینم چی میشه. من با استاندارد خیلی کار کردم، یعنی استاندارد کار کردن یه کار خیلی گلوبال هستش. توی مثلا فیلد ما گلوبال یعنی اروپا تقسیم شده توی اروپا، آسیا، کره، ژاپن و چین هستش، آمریکای شمالی. این به قولی چند تا ریجن با هم همکاری میکنن، با گلوبال استاندارد هستیم و یه خیلی اینترنشنال همکاری هستش که شرکت‌های مختلف کانتریبیوت میکنن به این گلوبال استاندارد. تمام چیزی که ما شرکت‌های به قول تولید کننده اریکسون، هواوی یا بقیه تولید میکنن طبق این استانداردهای مثلا گلوبال هستش و هر شرکت مخابراتی هر گوشه دنیا که خرید و فروش میخوام بکنن میان طبق این استاندارد میاد من این رو میدی یه چشمتون میدن و کار خیلی به نظر خودم خیلی اکسایتینگ هستش و خیلی من توش یاد گرفتم و در کل این من هستم و ببینیم چی میتونم براتون تعریف کنم.
actions to create career success. این هیچ priority order نیست این چیزی که من اینجا براتون نوشتم، فقط آن تا با ماهیت گفتم یه چیزی باشه که به نظر من خیلی خوبه که آدم رو میز بذاره ببینید براتون اصلا به درتون میخوره نمیخوره. چند تاشو بگم. همین decide what you want to do, objectives, goals. این خیلی مهمه که شما تا حدی بدونید که چیکار میخواین بکنید، تو چه فیلمی میخواین باشین. دوباره میگم آدم وقتی جوونه دنبال دریم جاب هستش، نیاز نداره شما دنبال دریم جاب بگردین. اولش آدم نمیدونه چی میخواد بکنه، یه کاری باشه خودتون بیاد تو یه اینداستری بخواد بیاد اکسپریانس بگیرین، مهمتر از همه پیچک آدم حقوق بخواد بگیره این مهمتره. برای آدم زیاد لازم نداره خیلی خوشو بخواد بپیچونه که من چیکار میخوام بکنم، 20 سال دیگه کجا میخوام باشم، چیکار میخوام بکنم. یه ذره ریلکس‌تر بخواید باشین برای خودتون راحت‌تره و همیشه بدونین که من بالاخره اینجا رو میخوام برم، یعنی موتیویشن داشته باشه تو کارتون که برمیگرده موتیویشن، کامیتمنت، فوکوس. نشون بدین واقعا که مثلا من can do attitude. این خیلی مهمه. حالا تو خودتون برای خودتون وقتی که جاب اینترویو که مثلا رفتین اینا باید نشون بدید که من میتونم یاد بگیرم، میتونم انجام بدم. این چیزی که خیلی به درد میخوره. خیلی موقع آدم مثلا وقتی راجع به خودش میخواد صحبت کنه یا میخواد بنویسه به چیز منفی خودش فکر میکنه، به ضعفی که خودش داره فکر میکنه. خب این خیلی خوبه که آدم آگاهی داشته باشه به ضعف خودش، ولی خب خیلی مهمه که ما هر آدمی، هر ایندیویدوالی یک عالمه چیزای خوب داریم، یه عالمه ما استرنگث داریم و اینا رو یادتون نره. آدم فکر میکنه الان خب من الان خوب شاید یه دانشجویی هستم، تجربه ندارم، هیچی نمیدونم. نه، اینجوری نیستش. وقتی تو خودتون که بخواید ببینید یک عالمه شما ایندیویدوال استرنگث دارین که ایناست که شما رو مثل بنزین شما رو قدم به قدم جلو میبره. اینا رو بهش آگاهی داشته باشین، به قولی تیک کیر اف و سعی کنین که پروموت کنین این چیزا رو. خیلی مهمه. و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس تو هر موقعیتی خیلی خوبه. حالا نیاز نداره الان فکر کنین که الان من خب حالا دانشجوام، الان تجربه باز ندارم، زبان بلد نیستم. اوکی، فاین. همه توی موقعیت شما بودن. و وقتی خواستن گواهینامه بگم تو سوئد خیلی جالب بود. اول داشتم با معلم راهنمایی می‌کردم، قابل افتضاح راهنمایی می‌کردم اینا. بعد مثلا ماشین میومد تو خیابون مثلا جلو آدم با این علامتیر مثلا تعلیم رانندگی اینا ویراژ میدادن. معلم بهم گفت آقا جان بذار ویراژ بدن، تو قصه نخور. همه آدمایی که دارن ویراژ میدن یه روزی مثل تو بودن، بلد نبودن. برای همه آدم‌ها اینجوری هستن. الان شما مثلا میری یه جا داری اینترویو مثلا می‌خوای بشی، یه رئیسی هستش پوزیش بالا، اونها یه روزی جای شما بودن. بی تجربه دانشگاه آدم بیرون هنوز چیزی نداشتن. در این زیاد سعی نکنین که چیز کنین، خودتون دستی کم بخواید بگیرید. اعتماد به نفس بالا باشه، خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم که change your habits for a better. اینجا بعدا بهش باز اشاره می‌کنم تو اسلایدهای بعدیم که راجع به هابیتتون، راجع به هابیه که میتونید داشته باشین. آدم چجوری میتونه یه چیزی پیدا کنه که بتونه بیشتر خودش رو دیولپ بکنه. من برمیگردم به این دوباره اشاره می‌کنم. چیزی هم که خب امیرجان بهش اشاره کرد، mistakes are part of the success. شما باید اشتباه کنید تا یاد بگیرید. اشتباه کردن جزء این پروسه است. مثلا نترسین که اشتباه می‌کنیم. مثلا اینترویو رفتم، من خودم مثلا اینترویو رفتم، آدم میگه سوتیای بعد ما میده بعد میگه چی کاری کردم ما. اصلا خجالت نکشین. یعنی شما باید اشتباه بکنید. حالا تو اینترویو هستش، حالا توی صحبت مثلا با هر کسی هستش، اشتباه رو باید این حق رو به خودتون بدین که اشتباه بکنید. خودتون رو پانیش نکنید که من چرا اشتباه کردم. واقعا به نظر من اشتباه پاره به سکسس. باید آدم بکنه تا بتونه موفقیتش رو به قولی یاد به موفقیت برسه. یه چیز دیگه همیشه که به نظرم همیشه خودم معتقدم که همیشه دنبال موقعیت‌ها باشین. میخواین که ویکتیم باشین یا ویکتور به سرکمستانس. بعضی موقع خب موقعیت بده. من اصلا خودم گفتم وقتی ما شروع کردیم دنبال کار تقاضا دادن، خب اون موقع خب بازار کار خیلی بهتر بود. الان بازار کار برای ما توی آی تی تلکم به اون خوبیه مثلا اوایل مثلا اواخر دهه 90 نیستش. ولی خب سوار آدم میخواد قربانی باشه اینجا، دلش به حال خودش بخواد بسوزه. نه، سعی کن شما تو هر موقعیتی، تو هر به قولی سرکمستانس اپورتونتی نگاه بکنید. کسی که موفق هستن تو تمام بدترین موقعیت‌ها سعی میکنن که چیز خوبه رو ببینن، رو کار بکنن. چون چیز منفی رو همه میبینن. هم دنبالش میرن. ولی همیشه اون که در اسمارت‌تره موقعیت‌ها رو توی این مسائل بد میتونه ببینه و اونا پیشرفت میکنن. این هم یه نکته برای خود من جالبه که همیشه سعی کنه که اینسپایر بشه. همیشه به حال توی کلاس شما که باهاش رفت آمد می‌کنی آدمایی هستن، دوستی دارین، استاد دانشگاه هستش، همکاری هستش که آدم مثلا خوش بزنین اینسپایر بشین. یه ذره آدم دیدشو باز بکنه، از دیگران یاد بگیره. خیلی مثبته. یه آدم مثلا حالا آیدول نه، ولی خب کسی باشن که آدم مثلا بتونه حس کنه که نه مثلا اوکی راه رفته موفقه، منم مثلا ازش میخوام یاد بگیرم. این خیلی مهمه. آدم فقط توی دنیای چارگوشه خودش نباشه.
Be humble, don't let your ego grow with success. افتادگی خیلی مهمه. بعضی موقع آدم که خب زحمت میکشه به یه جایی میرسه، یه کاری میگیره، خیلی راحت اون ایگوی آدم با اون سوکسسش رشد میکنه. ایگو باعث کرش کردن خیلی آدما میشه. همیشه حواستون جمع باشه. در هر موقعیتی که هستین، هر جوری که رشد میکنین، حواستون خیلی به این ایگو باید باشه. آدمایی که افتاده هستن بیشتر میتونن دیگران به خودشون جذب کنن، بیشتر میتونن چیز جدید یاد بگیرن. من خودم به این مسئله خیلی معتقدم. چیزی که خیلی مهمه نتورکینگ. برای پیدا کردن کار نتورکینگ خیلی مهمه. سوشال باشین، بعد کامیونیکیشن اسکیلتون رو خیلی بهتر بکنین. این سوشال کامپتنس خوشبختانه ایرانی‌ها کلا آسیایی‌ها خیلی قوی هستن. چیزی که شما نگاه کنید تو سوئد سوشال کامپتنس یه چیزیه واقعا لنگون میکشونن خودشون خیلی سوئدی باشه یا یاد میگیرن، ادوکییت میشن. ولی ما ایرانی‌ها خودمون داریم. این چیز خیلی مهمیه. یعنی همیشه ما چیزی مثلا با آدم غریب صحبت می‌کنیم. برامون اوکیه. مثلا سوئدی یا کلا کشور اسکاندیناوی خیلی باید افورت بذارن که مثلا شما نمی‌شناسم یه چیزی پیدا کنم شما صحبت بکنن. وقتی شما تو بازار کار که میرین این سوشال کامپتنس خیلی خیلی مهمه. به قولی تیک کیر اف بهترش کنیم، فاین تیونش بکنیم. کامیونیکیشن اسکیلز متدهای مختلف مثلا میتونه بهتر کنه طریقه کامیونیکیت کردنشون. حالا من چند تا مثال براتون بعدا میزنم که چیزه نظر خودم خیلی جالبه. باشه شما هم خوشتون بیاد. یکی هم هستش که کالچر دیفرنسز. همیشه حواستون باشه. ما چون خودمون بک‌گراند به قولی دیگه ای داریم، خیلی حواستون به اختلاف این فرهنگ‌ها باشه. من خودم تقریبا اینجا بزرگ شدم، ولی در این حال خیلی همیشه حواسم هست که یه ساید ایرانی دارم، یه سوئدی دارم که چجوری میتونم با سوئدی برخورد کنم. وقتی اصلا تو چینی کار کردم میگم چینی‌ها اصلا فرهنگشون با ما خیلی فرق میکنه و اینی که آدم همیشه باید ریسپکت داشته باشه برای فرق فرهنگ‌ها. من توقع داشته باشم که من که خب تو سوئد این همه سال کار کردم چینی هم مثلا با من رفتار کنن، نه، من اداپت میکنم. خیلی موقع نه سعی میکنم اونا هم من یاد بگیرن که اونا هم به من اداپت بکنن. یعنی یه بازیه اینجا. اینو هیچ وقت دست کم نگیریم. چیزی هم خواستم که یادم رفتش. حالا شاید بعدا یادم بیاد. خب حالا این چیزهای کلی رو گفتیم. آدم تو قولی خاطرش داره که میخواد حالا تقاضای کار میخواد بده. قدم اول که آدم یه سی وی خوب بخواد بنویسه. امیر جان راجع به نوشتن سی وی چیز خیلی خوبی گفتش، خیلی مفید گفت. منم همون ادامه خواهم داد و شاید حالا یه ذره براتون بیشتر مثال بزنم، یه ذره دیپتر برم توی این برنامه سی وی نوشتن و جاب اینترویو و other things. سی وی یا رزومه به نظر من نوشتن سی وی یه اینوستمنته. وقت براش بذاریم. تا اونجایی که میتونین براش وقت بذارین، خودتون ادوکییت بکنین. سی وی پیولی یه مارکتینگ داکیومنته. همونجوری گفته شدم شما خودتون با این سی وی میفروشین. قدم اوله. و اینی که آدم هر چقدر حالا به قولی کانتنت شما هر چقدر قوی بخواد باشه اوکی، ولی فروختن اون کانتنته که مهمه. من این پروداکتی الان خیلی خوب دارم، خیلی هم خوب کار میکنه، نتونم اینو بفروشم بشه در میخوره. سی وی شما الان همینه. شما هر چقدر اخلاق شما خوب داشته باشین، کانتنتتون قوی بخواد باشه، سی ویتون جالب نباشه، تو اون مجموعه سی وی که دست به قولی رؤسا میرسه گم میشه، پیدا نمیشه. برای همین تو که میتونین واقعا وقت بذارین برای نوشتن سی وی خوب. یه سی وی کامپتیتیو بخواد باشه. اون سی وی که الان مثلا همیشه گفتن دستشون مثلا سی وی سی وی میرسه، باید شما اونجا باید برق بزنه. باید اتنشن یارو باید بگیره. این خیلی مهمه. و اینه که there is no به قولی one best way to do. که آقا جان اینجوری بنویسین. نه. هر سی وی چون میگم پروداکت شما هسته، شما رو میخواد مارکت بکنه، پس که خودتون که چیزی میخواید بنویسید، چقدر تو شما میخواید بنویسید، چقدر کانتنت توش میخواید بذارید، چقدر بک‌گراند توش داره که میخواید اینجا پیاده کنید. برای همین هیچ یه راه خوب نیستش. راه مختلف هست که هم چیزی میتونید سی وی خوب بخواد بنویسه. من دوباره میگم یه تول باکسیه، چند تا ایده بهتون میدم که تجربه خودم، کاری خودم، آدمایی که استخدام کردم، بعضی‌ها خوب بودن و میذارم اینجا ببینیم به درتون میخوره یا نمیخوره. خیلی مهمه که سی وی باید مختصر و مفید باید باشه. خیلی آدما روزنامه می‌نویسن یا داستان لایف استوریشون می‌نویسن توی سی وی. این واقعا اشتباهه. چیزی باید باشه که رلوانت باشه برای اون کاری که شما تقاضا می‌خواید بدین و ماکسیمم 2 صفحه. That's it. بیشتر از این رو نمیخونه.
و قبلا بهش اشاره شد مسئله این نوشتن پرسونال کاورینگ لتر خیلی مهمه که این کاورینگ لتر باید یه اکسترکتی باشه، یه چکیده‌ای باشه از سی وی شما. همون نیم صفحه ماکسیمم کافیه. اونم روش خیلی وقت بذارید. من خودم وقتی می‌خواستم برای کار اولام که تقاضا بدم همین چیزی نوشتم، خودم مثلا به قول خودم سویام خیلی خوب بود، اینا بزرگ شدم معلومه یه نامه نوشتم برای خودم، بگم خیلی خوب نوشتم. ولی بازم حس کردم اینوستمنت، باید من روی بیشتر اینوست بخوام بکنم. یه نفر میشناختم، یه آقای بود اکونوم بودن ایشون، به عنوان حسابدار کار می‌کرد. از این سویه خیلی باسواد. گفتم برای این براشون برام چک کنه که اشتباه مثلا لطفاً درستش کنید. همچین ریرایت کرد این پرسونال روز من خودم حال کردم. یعنی واقعا وقتی خودم می‌خوندم مثلا حذف می‌کردم چی برام نوشته. خودم باورت نمیشه. نه این واقعا من برای همین واقعا بهتون ریکامند میکنم اگه مثلا چیزی خودتون نوشتین بدین به یه استاد دانشگاه، به یه دوستی، به آشنایی کسی دارین براتون یه چک بکنه، یه سری بهتون تیپس بده، خیلی مهمه. چون ایناست که میگم وقتی که مثلا میخونه یهو مثلا نظر طرفو جلب میکنه. یکی دیگه اینه که نوشتنش اینه که شما خیلی مهمه که یه دیسپوزیشن خیلی مشخص رو رعایت بکنید. دیسپوزیشن حالا خودش خیلی داستان داره. یکی از این المنت‌های خیلی مهم کلاسیک رتوریک هستش. من رتوریک رو خودم خیلی بهش علاقه دارم. نمیدونم شما چند نفر اینجا آشنایی دارن با علم رتوریک؟ اصلا شما قبلا شنیدین؟ خب پس این چیز اینجا هست که فکر کنم براتون بخوره. یه صفحه دیگه فکر کنم داشته باشم. رتوریک خیلی خلاصه بهتون بگم یه علمه. یه علم صحبت کردنه، علم کانوینس کردنه. فارسیش هم تو الان مثلا من سوال کردم علم بلاغت، فن بیان میشه. دقیقاً حالا من خودم چک کردم قبلا ویکی‌پدیا دفینیشن خاصی براش چک پیدا کردم برای اینکه میگم این اصلا این کل این دانش از این دوستان یونانی قدیممون میاد که 300 400 سال قبل مسیح اینا پایه این علمو گذاشتن. و این کل این علم شما میتونید خیلی خلاصه توی مثلث تعریف کردن. خیلی جالبه که ما کل بیهیویر ما آدم‌ها رو توی مثلث تعریف کردن. اتوس، پاتوس، لوگوس. سه تا خاصیت مختلفه. آجر شما شنیده باشید. اتوس، پاتوس، لوگوس. لوگوس از منطق آدم میاد، از چیزای فکت. چیزی که به فکت و منطق و چیز ربط داره. اتوس و پاتوس ربط پیدا میکنه به اون یکیش به اتوس به احساس ربط پیدا میکنه. یادم چیزی از کانال احساس وارد بخواد اون شنونده بخواد بشه. الان مثلا شما غذا خوردی سیر هر چند میگم من دوست عزیزم بریم اینجا مثلا همبرگر بخوریم من سیرم. منطق میگه من سیرم، شکم سیر، منطق میگه سیرم دیگه. دست میگم تو 6 والری اینجا رو زعفرون رد میشی. این بو قرمه سبزی که آدم میخوره همچنین گوشتش میشه. این اتوس شماست. چون فیلتر نداره. خیلی قوی میره شما اگه بتونید از این اتوس استفاده کنین وقتی که صحبت می‌کنیم این راحت شما قشنگ میتونید از اون فیلتر مغزیش عبور کنی بری تو. یکم پاتوسه، اونی که آدم چجوری خودشو مثلا نشون میده به دیگران. مثلا فرض کنید من اینجا وایسادم مثلا اگه مثلا خب به جای این لباسم یه شورتک پام کردم با تیشرت روش نوشته مثلا لاو پیس فریدم شما چی فکر می‌کردید؟ دیس گای سیریوس اور نات؟ میگم چجوری خودشو نشون میده. این خیلی مهمه. بعد برای اینکه مثلا شما اینترویو که مثلا می‌خواید بدی چی تنتون می‌کنید، چجوری خودتون رو نشون میدید. اینا خیلی مهمه. خب چیز خیلی کلی راجع به نوشتن یه سی وی قبلا بهش اشاره شد. من فکر کنم این فقط برای شما میخواد یه دوره بخواد بشه. مهمه که شما اول سی وی رو با یه چیز شروع بکنید، قسمتی پرسونال دیتیلز راجع به خودتون بنویسید. خیلی کوتاه بک‌گراندتون کیه، چیه، چند خط، یعنی به صورت نوشته جملاتی. یه چیزی که حالا اتفاق جدید داره میفته، به قولی خودی که بدونید شما خودتون الان مثلا خب آدم تو این پرسونال دیتیل اسپانس بخوشه بنویسه، می‌نویسه خب مجرد متأهل پرسونال نامش رو می‌نویسه، آدرس تلفن می‌نویسه. بعد این سی وی شما خب الان خیلی جا به قولی توی دیتاباس ها هستش، دست این زیاد میفته. مسئله فراد، کلاهبرداری داره زیادتر داره میشه. خیلی جا الان ریکامند میکنن که مواظب باشین. چون الان یه نفر مثلا میخواد باشه به قولی اکسس پیدا کنه به اطلاعات شما، مثلا چی میگن اسنیفا کردن ایمیل کاری نداره. بگیره میتونه به شما خیلی کارا بخواد بکنه. پرسونال نام مثلا می‌نویسیم 4 تا آخرش رو ننویسیم. یا بقیه رو میگم پای خودتونه فکر کنید که مثلا چون میگم الان این اتفاق داره خیلی زیادتر میفته، بهش فکر بکنید که چجوری میخواین اینو چیز کنید، لیست کنید توی سی وی تون. و تجربه رلوانت کاریتون که کاری واسه اون پوزیشنی که شما تقاضا کار دارین میدین، تجربه رلوانت رو حتما تو سی وی شما نوشته باشید. achievements
چیکار کردین. یعنی خیلی مهمه که وقتی شما به خصوص اچیومنت که مثلا می‌نویسین یعنی واقعا مثال بزنید. حالا من این کارو کردم این کارو کردم خیلی خوبه. ولی خب این که ریزالتش چی شد؟ من میتونم یه جا قبلا کار کرده باشم 100 تا مثلا تاسک داشتم. ولی خب خرابکاری کردم. ولی خب مهمه که ریزالت چی بود؟ من این کارو کردم، این پروژه رو ران کردم، این تیمو داشتم لید می‌کردم، نمیدونم فلان پتنت رو نوشتم. ریزالت خیلی مهمه که تو قشنگ مشخص باشه من این کارو کردم و اینم مشخصه، این اچیومنت مشخصه. relevant education training خب خیلی واضحه که باید توی سی وی باید باشه. سکیلز هم خیلی مهمه که فقط نیاز داره که اسکیلز تکنیکال شما بخواد باشه. مثلا من الان لنگویج مثلا فلان رو بلدم یا که مثلا چی بلدم. خیلی اسکیلز مثلا میتونه چیزای شخصی خود شما باشه. من خیلی آدم مثلا دقیقی هستم، خیلی ریسالت اورینتد هستم، خیلی مثلا کن دو اتیتیود مثلا من تو کارم دارم. اینا خیلی میتونم اینا لیست بکنید، زیادم نه. 3 تا 4 تا 5 تا ماکسیمم. این در کنار که مثلا شما الان مثلا برنامه‌نویسی مثلا سی جاوا بلدین بنویسین اونجا خیلی خوبه، مثلا مایکروسافت بلدین مثلا میگم، ولی خب چند تا پرسونال اسکیلز خودتون بنویسین خیلی تاثیر داره که مثلا باز موقع تو چشم بخواد بیاد. اینترست اینم همیشه مهمه برای اینکه این سی وی شما داکیومنتی که شما رو میخواد بفروشه و جزئی از شما هستش که مثلا اینترست شما چیه. آدم نیاز نداره مثلا خیلی آنست باشه که مثلا میگه آقا خب من اینترست دارم که با بچه‌ها برم قهوه بخورم. نه مثلا این چیزی مثلا یه ذره تو چشم مثلا بخواد بیاد عصبانی میکنم مثلا شاید یه ورزشی مثلا دوست دارم بکنم. چه که خب آدم میگه که اوکی مثلا این طرف خب اونجا کار میکنه یه ذره مثلا خب شخصیت خب جالبی هم داره. و رفرنس هم که خب امیرجان گفت آره حتما بنویسید که رفرنس هست که مثلا بدین، ولی خب دست اول تو چیز نمیخواد بنویسید تو سی وی تو، ولی خب همین که انانس کنه که اگه بخواید من رفرنس دارم و حتما همونجوری ایشون گفتن چک کنید واسه رقم. چک کنید که بدونن بهشون زنگ میزنن، بهشون حتما یادآوری کنید که راجع به شما خوب تعریف کنن. بعضی یادشون میره من نکنن چیزی مثلا مثبت شما. حالا چیزایی که نباید توی سی وی شما بنویسید، کاری که نباید بکنید. این ارقام رو یه طرح حالا میتونه تقریبیه، فقط گفتم شاید براتون جالب باشه که اینا یه مارکت چیز کرده بودن ریویو که سی وی که فیدبک بد میگیره، چرا مثلا میخواد بگیره. یکی از چیزای خیلی مهمش اسپلینگ میستیکس. واقعا دست کم میگیریم ما. نوشته آدم اینقدر راحت آدم اسپل میستیک توی سی وی داره. مثلا سر مادام راحت میتونه مدمن بشه. این چیزی که خیلی آدم یا خودین مثلا آتو کرکشن مثلا برای ورد تغییر میده. خیلی مهمه که سی ویتون اسپلینگ میستیک نداشته باشه. سی وی که مثلا خیلی برمی‌دارن اون جاب به قولی ادورتایزمنت رو برمی‌دارن یه جوری کپی میکنن تو خود سی وی شون. اونم دیگه از اولش بو میده دیگه. اینا خیلی راحت ریجکت میشه. ایمیلای جدی مثلا تو این سی وی تو مثلا بنویسید. مثلا خیلی من حتی خودم مثلا دیدم ایمیل مثلا خیلی سریوسی مثلا میذارن، چه میدونم مثلا مثل بیگ باس مثلا یا یاهو یا فاکسیلیتی جدا اینا هست. مثلا اسمتون باشه، فامیل باشه، مثلا مخفف باشه، چیزی خیلی به چشمیات نباشه. یه چیزی مثلا خب اسکیلزتون رو ننویسید. اینم خیلی مهمه که آدم مثلا راجع به اسکیلز خودش رو چیزی ننویسه که مثلا میگم این 4 5 تا خیلی مهمه که راجع به شما بیشتر توضیح میده. کوتاه 2 صفحه مختصر مفید. شاید باورتون نشه ولی واقعا هستن کسایی که مثلا سیگارشون رو مثلا من دیدم، حالا به خصوص مثلا خیلی مثلا کاغذ مثلا پینک برمی‌دارن، مثلا کاغذ پینک می‌نویسن. این چیزا زیاد خب جالب نیست. سعی کنین یه فرمت استاندارد مثلا فالو بکنین. دقیقاً این که قبلا گفتم اینی که من چیکار کردم خب خیلی خوبه، ولی خب اگر ریزالت دارین سعی کنین ریزالت هم بنویسین که این کانکریت مثالی باشه که آقا من این کارو کردم، اینم اچیو کردم. اینم حالا سر این نکته من داره حالا نظرم با امیرجان فرق داره که اینکلود کردن فوتو. من شخصی خودم زیاد علاقه‌مند نیستم که آدم توی سی ویش فوتو بخواد بذاره، چون برای اینکه اون کسی که استخدام میخواد بکنه من میتونه 1000 تا اخبار خودم داشته باشم، فوردومای خودم رو داشته باشم، ممکنه وقت مثلا قیافه که خوشم نیاد فکر کنم که کچله یکی مثلا وقتی بینیش درازه یا فلانه، چرا از اول همچین چیزی رو بخوام تریگر کنم تو سی وی. من خودم معتقدم که آدم نیاز نداره که عکس بخواد اینکلود کنه که یه سری مثلا فوردومایی که لازمی است قاطی سی وی خودم بخوام. مثلا همسایه دارم مثلا شاید مثلا کله‌ای سیاس که مثلا حالا بخوام استخدام شما این نمونه مثلا نمیخوام. من خودم معتقدم که نیوترال باشه خیلی بهتره. یه سری سی وی هم هستن که ممکنه خیلی هم
طولانی نباشن، ولی خب نوشتنشون من خودم باور کنید سی دستم خیلی جدا اومده که بچه‌ای با بک‌گراند خیلی قوی ولی میگم نیوزلتر می‌نویسن. یعنی شما مثلا راجع مثلا 15 تا مثلا پابلیکیشن همه نوشته، مثلا کدوم فاتحه بودن، کدوم نویسنده بودن، یعنی نمیدونم بعد هیچ هم شما مثلا این جمله که شروع بشه تمام نمیشه. شما مثلا این داری میخونی اصلا نمی‌فهمی شما چیکار کردی. این مهم که مثلا خب نوشتین پابلیکیشن خب خلاصه مثلا بکنید. پتنت داریم نمیخواد شما همه رو لیست کنیم مثلا 20 تا پتنت مثلا توی سی وی تون، یا مثلا میگم خلاصه باشه و قابل خوندن باشه. این دیسپوزیشنی که اول گفتم خیلی مهمه که استراکچر سی وی تون خیلی مشخص باشه. این چند تا چیز کلی راجع به سی وی نوشتن. حالا خب اگه امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و بیاین توی اینترویو. حالا امیدوارم راجع به کاری که باید انجام بدین گفتن راجع به تو اینترویو، حالا کاری که نباید انجام بدین تو اینترویو یه ذره صحبت کنم. اینکه آماده نباشین. آمادگی اولین چیزه. ایشون هم گفتن، من دوباره تکرار میکنم، قبل از هر جایی که شما میخواین برین راجع به اون شرکت اطلاعات جمع کنید. راجبش از دوستاتون سوال کنید، تو اینترنت بخونید، بفهمید این شرکت کیه، چی کار میکنه، مشتریش کیه، از کجا چه وارد میکنه، کجا مارکتر مثلا هستن. این خیلی مهمه. نشون داره من علاقه دارم به این کار. اینترست این اپورتیو، آرایش زیاد، لباس بعد، شورتر، همین اتوسی که راجع به رتوریک با صحبت کردن. این خیلی مهمه که شما چه تصویری اولیه به اون طرف میدید. پور کامیونیکیشن اسکیلز، همین با سر لنگویج. دقیقاً اگه شما اینجا میبینید که مثلا سوی شما پایین‌تره، طرف سوار شما میشه. نذارین سوارتون بشه اگه سوی شما زیاد خوب نیستش. سیم لول انگلیسی. اونجا شما توی میدون هستی که قشنگ میتونید فر با یارو شما صحبت بخواید بکنید. Don't talk too much, don't talk به قولی enough. اینکه نه کم صحبت کنید نه زیاد صحبت کنید. بعضی موقع مثلا یه اینترویو مثلا باشه، خب شما خود تعریف کن. طرف میره دوره بچگی شروع کنه، من اینجوری بودم اونجوری بودم، یا مثلا با خارجی‌ها من سال فلان اومدم سوئد اینجوری اومدم. لازم نیستش آدم زیاد صحبت بکنه. مختصر مفید. یعنی شما فقط 5 دقیقه وقت داری، 5 دقیقه شما تمام چیزای کلی خودتون رو به این طرفی که شما اینترویو می‌کنید باید بهش بفروشید. همین خیلی مهمه. باید پیش خودتون شما هی اینو دوره کنید میگم. بعد آقا آدم خیلی کم حرف میزنه. مثلا طرف مثلا میگه خب آقا من خودتون واسه بگو، مثلا خب خوبم مرسی. اینم کافی نیست. باز به قول سویار یه سری لاگون بعد شما به این طرف باید ارائه بدید. fuzzy facts not enough confident. اینی که بعد شما به طرفی که شما اینترویو میکنه بهش نشون میده که شما اعتماد کنه. یه سوالی که مثلا بخواد بکنه، مثلا شما جوابش اگه بد نباشه شروع کنید مثلا خودی چیزی در بخوای بیاری، همونجا اون طرف اون اعتبار شما میاد پایین. بلد آدم میتونه خیلی آنست بگه من بلد اینو نیستم. ولی اگه خودتون بخواید چیزی بخواید در بیارین، یک آدم یه جوری بعد وارد یه منطقه‌ای میشه که شما اونجا اصلا دیگه چیز نیستین، به قولی اونجا سکیور نیستین. به خاطر همین آدم بلد نیست، از خودتون چیزی در نیارین. خیلی آدم مختصر میگه من بلد نیستم، خودتون بحث اصلا عوض بخواید بکنید. یا دروغ گفتن خیلی بده. من خودم مثلا واقعا دوست داشتم که وقتی سی ویشو می‌خواست آزگار بده، سی ویشو نوشته، سی ویشو کپی کرده بود. فکر اصلا بخواد بخونه. چند تا اسکیلز تو همین سی وی کپی شده رفت دست اون کارفرما. رفت تو اینترویو رو شما این بلدی مثلا یه مثلا فلان زبان مثلا برنامه‌نویسی بودش. سه حرفم بودش، بلد نبودش. ها؟ همینجوری موندش. خب نوشته تو سی وی شما مثلا من همین زبانی بلدم. برای همین دروغ گفتنم میتونه خیلی بد بشه. Not taking control. بعضی موقع یه سری‌ها که اینترویو میکنن خودشون کم میارن. یعنی یه آدم یه موقعیت خیلی چیزی پیش میاد مثلا چیزی برای گفتن نیست. اون موقع شما خودتون کنترل دیسکاشن رو بخواید بگیرید. بگید آقا من راستی مثلا من word to bring to attention که مثلا من این کارم کردم اون کارم کردم اینم بلدم. یعنی شما ما این هستی که فقط طرف از شما سوال کنه شما به جواب بدید. نشد موقع خودتون تک کنترل کنید، خودتون شروع کنید خودتون تعریف کردن. Not asking questions. همچنین که ایشون گفتن سوال کنید. سوال خیلی خوبه. سوال خب چیز نه ولی خب سوال کردن نشون میده علاقه شما. شما راجع به